البته باز هم خوش آمدین. راست میگه، باز هم خوش آمدین. پیشتر خود غذا خورده بودیم، حالا شکم‌ها سیر است، جمپرها یک ذره چی میگه شخص تنگ شد یک قسم دیگه. بسیار نان مزه‌دار بود. چطور تاب جان؟ تشکر از خودت، تشکر از ماریوس جان قند، نان بسیار مزه‌دار بود. افغان چوپان کباب، تشکری از اونا میکنیم که نانشان بسیار مزه‌دار بود. thank you guys. دیگه چی میگن، حالا نان خوردیم موسیقی کنیم چی رقم میشه شکم‌ها رو باید پد بگیری. نه دیگه خود گرفتی میز پیش رو دست خیر است. کس دیدن نمیتونه. دیگه تواب جان چه قیمت تا 6 تا کلان نام. باش که خودتون شما نام خیلی پیش از نام. شما نام خدا قضایتون نام تو بلند چاربر هم تو شانا. نام خدا چی میگن خودتون چهار شانا است. باش مایوس جان یک چیز گفت با اجازه تون این مایک برش بدیم. ما میخوایم که به حساب دوستا بفهمن که تواب جان نمیفهم اگه خود معرفی کرده به حساب از کجا آمده پیشتر خیر است ایران میمونیم در این برنامه. پیشتر سوال کردیم خودت ناوقت آمده بودی کار بودیم اگه خودت آن تایم بیایی بیادر از کل گپ خبر میباشی. من کار میکنم شما بیکار شما اون صحنه اول میبینید که من تواب جان سوال کنم. خیر از بازم اگه میخوای سوال کنی خودت احساس چی نکنی که من تمام مانده. خوب سوال خیر است نه سوال نمیکنم. یک چیز دیگه بود. خب باش که سوالش جواب بدون که دلش چیز نگرده. خب دوستایی که نمیفهمن البته من در لاس وگاس زندگی میکنم. یادم یک 10 دفعه پیش ما اومدن خودش اینجا ناق مرا میگه که بیادر از کجا اومدی. دوستان ما برای شما گفتیم صرف ما اینجا تو چی میگن خودمانی. ما فقط این برنامه رو خودمانی گرفتیم تو پروفشنالی نیست که سوال جواب نه. 1000 دفعه این آدم پیش ما اومده در لاس وگاس بازم میگه تو بیادر کجا زندگی. البته از خاطر نام خدا سفرم سفر زیاد میکنه. البته کل دوستان گاهی وقت فالو میکنه در اسنپ چت در کل چیز میبینه که یا لندن یک پای در لندن است یک پای در جرمنی. یا دیگه خدا خودم سفر زیاد رفتید در این وقتانه. خب کجا رفتی؟ اونو سوال بگیم کجا رفتی؟ والا من خو یک 2 هفته پیش جرمنی بودم. از جرمنی رفتم لندن زیادتر میرم به خاطر دخترکم زندگی میکنه اونجا. So yeah my daughter she's 14 دیگه شما میفهمین. دخترکم اونجا زندگی میکنه دیگه. اروپا طرفای اروپا میرم به زیادتری خاطر به خاطر عروسی میرم. دیگه اینجا آمدیم به خاطر یک محفل عروسی است که پیشترم یادآور شدم که خودت بیادر مهربانی کردی لطف کردی ما رو دعوت کردی در شهر. او را با دوستان میمونیم نشر میکنیم صبح شب یگان برنامه که یگان موسیقی یا یگان ساوند چک بدون مایک. بدون مایک بر شما چند دقیقه میخوانیم و همینجا میخوانیم براتون پسان لیکن حالا نه دیگه. تشکری از شما میکنیم برای برنامه‌تون که بسیار جالب است. والا من خوشم آمد دیگه. اینکه دوستا رو خوش آمد من برام غلط خوش آمد که دو جای آوردیم هم نان خوردن همینجا. دو چیزی که همیشه هر روز میکنیم نان میخوریم و موسیقی میکنیم. یک سوال داشتم پیشتر نمیفهم خب من کمک ناوقت آمدم همیشه خیر منتها از تواب جان یک سوال داشتم که خودم یک نوازنده هستم. خودت همراه کی زیادتر کامفورتبل تر هستی که به حساب همراه باشه سر استیج؟ و پیش دیگه جواب بدی یک ماریوس نه خیر است. میفهم نام خدا کلان است من نمیزنیم. این دستش که تو مایک بند است. حالا میگه عقل برو. در شهرتون که اومدیم مجبور دیگه بترسیم که لات نخوریم. خدا نکنه. حالا سوال ماریو جان بسیار سوال خوب است. سوال بسیار گرنگ است. برای هر هنرمندی بسیار مشکل است که جواب بده به خاطر که هر نوازنده از خود یک سلیقه داره، یک استایل داره، یک امو چی میگن مثل هر گل واره خود یک بوی داره. دیگه من نوازنده رو کلش برایش احترام دارم. شخصا برای نوازندهایی که در اندستری زیادتر بودن، نوازنده یا کیبورد نوازا، تبلا، هر نوازنده که بوده اصلا من خود کس رو میسم کس رو جاج کنم که بگم والله خوب است بد نیست. کلش هم نام خدا لایق هستن. ما که هر کس بسیار یک تایم خوب داشتیم. ما که هر کس سر استیج که بودیم بسیار هم راحت، اندیوال، رفیق. هیچ وقت ما کدام پرابلم نبودیم. مثل که ماریو جان خودش میفهمه زیادتر وقت ما که ماریو جان سر استیج بودیم مثل یک دوستا و بافلا پیش بردیم هیچ وقت خرابی نکردیم سر استیج. اینجا یک دفعه بسیار گپ دقیق زدی because به نظر من و شما هم خودتان نوازنده هستید هنرمند هستید متاسفانه سیاست زیاد شده در همین اندستری در موسیقی. خودت قسمی که پیش میری مثل یک هنرمند وارد پیش میری که کل گیره در یک چشم میری. بله 100%. اینال خودت از نیت پاکت واضح میگی که من که از این نوازنده یعنی بهتر یعنی خوش راحت‌تر بله یعنی
بدون سیاست بدون کدام چیز تخریب یک بله. رنگ هستی کاتگوری آه. یک پیشرویشان پسرشان 100%. این بسیار یک گپ به نظر من باید زده شود بیکاز من یادم میاد وقتی خود بودم همیشه یعنی سیاست نبود بله حالا که متاسفانه سوشال میدیا و چیزا زیاد شده سیاست بازی زیاد شده یا و آدم نمیفهمه که کی راستی است کی و کی نیست و هر کس در پیشروی یک رقم در پسر پسر دیگر یک رقم رقم یک نوازنده اون طرف میگه یک هنرمندی به اون طرف میگه باز یک هفته بعد پس آشتیست باز دو هفته بعد این گپا زیاد میشه چیزا زیاد است متاسفانه خب همی راستیش بگویم داوود جان ماریوس جان هنرمنده که هنرمند میسازه نوازنده میسازه ایره باید ما شما کل ما درک کنیم ما به نظر من کل هنرمندا کتما این گپ اگری میکنن گل گفتی خوش آمدی گپ چون که اگه اینا نباشن واقعا اگه اینا نباشه ما موسیقی رو تنها پیش برده نمیتونیم مثلا من نمیتونم که برم طبله بزنم کیبورد بزنم بخونم بسیار مشکل است سو کیبورد نواز از خود باید ریسپکت داشته باشه نوازنده کلش باید احترام شود و پس سر سوال خودت که بیایم و که کی راحت تر هستی ما که هر کس یک تایم خود داشتیم راحت بودیم ما آل فعلا زیادتری خوش دارم زیادتر که بچهای جوان بسیار که راحت باشن تشویق کنم فور اگزامپل در سر کیبورد که بودم تو همراه ما احسان جان بود مزمل جان حالا که خورده است در ویرجینیا که ما بسیار راحت شده میره آیستا آیستا so everybody آیستا آیستا گرو کرده میره حالا اون نام خدا هنرمندم شدن زیادتریشان سباون جان در تورنتوس اونا کلشان کیبورد نواز طبل نوازا مثلا فعلا کتما که بچه لایق سمیر هاشمی هم موسیقی مرا رنج میکنه اون دفعه خواندن گپا یا جور میکنه بسیار بچه لایق است و خود ماریوس هم زیاد تشویقش میکنه اونا که باز همین بچهای خودت از همین کلانای خود ریسپکت هم میکنن احترام هم میکنن مثلا ما یاد میگیرن از اونم یاد میگیرن و ما براشون همیشه گفتیم سر استیج که ما که شما هستم مثلا استایل ماریوس کار کو یعنی استایل عزیز کار کو استایل شفیر بنواز استایل دیره یا کمک بگی یاد بگی از اینا و بسیار با آسان ترین طریقش میرن در یوتیوب یا ویدیوهایی که ما دارم براشون شیر میکنم یعنی از این چیز ماریوس هیچ وقت باید قار نشه و نمیشم این باید خوش باشه که برای یک نوازنده از این مثال یک چیز میآموزه که ما کار میکنن I don't take offense to it. گپ دقیق زدی because این هر نگاه هر انسان یک هنر داره چی که در کار خود بره در مکتب خود بره در یک تاجر باشن هر چی باشه یک رشته در رشته باشه یک هنر است و هر هنر از یک کس دیگه یاد میگیره بله راست این یک کامپلیمنت است خود موسیقی کلش یک کاپی است از هر طریقه افتخار میتونی بگیم من استایل ماریوس جان نواختم میکس کردم از خود جور کردم این چیز بد نیست همون تاپ ترین من در سپورت مثلا بسکتبال خوش دارم خودم میبینم شما کوبی براینت از کی یاد گرفت از مایکل جوردن یاد گرفت نه باز از خود جور کرد یک کسی است که از 4 صبح میره تمرین میکنه و تمرین میکنه که 50% لایق باشه نه که 100% لایق باشه because هیچ انسان 100% نیست نه در هر نگاه That's true. کوشش میکنه از 4 صبح تا 12 شب این نفر بره هنر خود تا 50% خود جور کنه هنوز 100% نیست مگم هنوزم بهترین پلیر دنیا بود exactly ساکر شما ساکر رونالدو مسی هر سپورت ساکر فن هستی خودت نه من خودم دیگه چی میگن بچه خوانده رونالدو است اندامش هم داری مویاش هم داری اندامش می کاش که بانک اکانتش داشته باشه خیر باشه قلب باشه که داشته باشی پولش هم داری زنده باشه دیگه می وقتی پس دمو سوال میریم می گپ پس از چی میگن از اون گپ میکنن به نظر من این چیزایی که ما همونا باید از خصوصا در این جنریشن همونا جوانا که هست باید از این چیزا رو در فکر خود بگیرم و زود همون احساساتی نشد که بگن با ضد ما یک چیز گفت با خوبی نگفت نه هر چیز با خوبی یک انسان از این صحیح است که در هر جای یک انگور تاش است میگن یک انگور او هست در هر محیط در هر کشور بری یکی هست فرق نمیکنه افغان باشه هر چی باشه مگم کوشش کنم همون خوبی را یاد بگیریم exactly اینی متاسفانه به نظر من خصوصا از جوانان این رفته یا ما به خاطر هیچ وقت نمیگیم که مثلا این نوازنده اون نوازنده که همش راحت رفیقانه دوستانه اونمو بهترین کار است به خاطر که مولوی جان اگه عمل سوال کنی که کدام هنرمند راحت است اینا اگه نام مر نگیره خود نیست که من قار شم نه ما هیچ وقت قار نمیشم به خاطر که ماریوس همون استایلش میشه که استایل ای فلانی هنرمند خوشی به از استایل ما کده
نه هر کس فرق میکنه. سو این سوالتان بسیار سوال خوب است، لیکن ایرا ما میتونم آنستلی بگم که هر نوازنده که ما باشم انجوی میکنم. Okay. So That's a good answer. Yeah. That's a very good answer. اینا که تو میگفتی دیگه پیشتر یاد کردیم، پیشتر ما میبینیم که استیج است. کل چیز آماده است، گریخته هم نمیتونی. گریخته خود نمیتونی. یعنی میگه میز پس میگه اون طرف میپرتیم. 100%. و ماری جان خود تبلا مینوازه، همراه امیال خودت هستی و فرشاد جان هم هست. وای یادآور شم که نام خدا پیشتر در سر صحنه دیدیم چقدر مقبول اینا کار میکنن. بچه جوان باید تشویق شوی، اینا تو باید تشویق شوی، به خاطر اگه ما هنرمندا تشویق نکنیمش دیگه I don't think he's gonna get anywhere unless we support him. یگانه چیز به ما شما وطن ما است که خوشی میاره اینمی نوازنده و Exactly. من دوست دارم نوازنده جوان اوله. تشویق همیشه باید بشه. نه هر هنر باید ما شما یکدیگر رو تشویق کنیم. یک بسته دیگه باشیم. متاسفانه انتقالا میشه. خب برو این برنامه سیاستی جورش نکرده که جورش نمیکنم مگه همون پیام یاد کردیم دیگه نه. خب مقصد حالا ما را نکردم ترابل نندازی. نه حالا بری که یک دفعه کل نوازندات رو زنگ بزنه. که ما را چرا نگفتی؟ آفرین. مگم بازم خوش آمدید. زنده باشید. تشکر. Thank you so much. من از ونکوور ما را قبول کردی. در ونکوور همیشه که میایم یعنی شما سین و بیادر محبت میتین هنرمندای دیگه، بر خصوص هنرمندایی که بیادر دمی ونکوور هستن، دوستایمون از دوستای نزدیکایمون هستن. Very good people. You guys are very good people. همیشه که ما ایونت اینجا داشتیم. Like I said هم بود پارتی رو شما مس کردین. خیره باز یک کشتی تایتانیک دیگه رو میگید. بیشتر رو یاد کردیم. نخواد میمونیم و هایلایت دوستایی که متاسفانه نتونستم بیان موشم باز هایلایت میمونیم. البته باز که چی اگه فضایی بود. فضایش خوب بود. بسیار فضایی. هوای چی اگه هوای something different. بسیار چیز دیفرنت بود. وام افتتاح بود پیشتر هم یاد کنید کل افتتاح سرما میشه. برنامه کشتی. واش که دیگه برنامه چی میه. خیر باشه. این برکت خودت که بخیر محفلا پیش بره. تشکر. برنامه پیش بره. بازم دوستان عزیز اگه برنامه رو لذت بردین please subscribe under you'll see the title. Like and share please. Like and share it. You want to see more content, raw, no filter, not scripted. Exactly. We don't have any script. We don't got any scripts. No, we're just straightforward. Jagdeep is our editor. Do we have any scripted? Nope. Nope, Nothing. So if you want to subscribe, please do. دوستای شما سابسکرایب کنین که interesting شوها دارن بسیار. ما لیست هنرمندای زیاد دیدیم وقت پیش از پیش. So I'm telling you guys. براتون گارانتی میدم که هنرمندای میاین که شما بسیاری چیزا رو دربارش نمیفهمین و در این برنامه شما امکان داره که فایند اوت کنید. و در ضمن غیر از هنرمندا اگه خواسته باشین ما مایوز جان یگان کانتنت ها از خود جور میکنیم از ما و مایوز جان in our life. We'll give you guys some little snippets. Exactly. And obviously anybody از دوستای دیگه است که در شهر ونکوور است که خواسته باشن در برنامه باشن میتونن با ما در تماس شن. ما خوش میشیم. برنامه از همه ما شماست. That's why it says just Afghan sound. صدای افغان. صدایتون بکشین ما براتون برسیم. یک صدای دیگه هم از پرسشن دیدیم خیلی از فرق نمیکنه. We'll leave that. خیره او کامرامین ما. خیره چوکی شفتی. خداحافظ شما. خداحافظ.